سلام، من اومدم یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. به حساب کارم دست یه سری افرادی که ایران ما رو طویله خطاب کردن، در صورتی که طویله جایی که بزرگ شدن حساب کار دستشون بیاد. من که مدرکش رو میذارم که گفتن و یه صحبتی با شما داشته باشیم که شما هم خیلی چیزا رو در جریان قرار بدید. پشبند مصاحبه من خانم مینا خانی اومدن استوری گذاشتن که مثل اینکه آقای پژمان بهروزی عقب نشینی کردن و با یه پست حمایت از زنان دیگه زن ستیزی زن حساب نمیشه و ما نمیتونیم کاری بکنیم. و خیلی جالبه که نوشته بودن تو استوریشون که اگر ما گفتیم امضا کنیم یعنی قول بستن پیج رو به شما دادیم. بابا خودتون حداقل خودتون رو نقض نکنید اولا. دوما اینکه حالا میخوام به یه سری چیزایی بپردازم که واقعا خنده داره و شاید فقط از عقلهای نداشته شما و مغز کوچیکتون بشه که این حرفا زده بشه، نه اینکه مردم فهیم ایران بخوان باورش کنن. خودتون که میدونید اون امضاها اصلا برای بستن پیجی نبوده اولا. دوم اینکه اومدید به مردم اینو گفتید و حالا میخواید پولشون بزنید که طرف عقب نشینی کرده و خب ممکنه که اصلا نشه. و اگر ما گفتیم امضا کنید مگه قول بستن پیجی رو به شما دادیم؟ معلومه که نمیتونن این کار کنن چون اصلا رادیو زمانه ربطی به این موضوع نداره و من بهش پرداختم. الان نمیپردازم و میخوام به موضوعات مهمتری بپردازم و اینکه بعد یه مدت زمان کوتاهی استوریشون برداشته میشه و خانم ساره دوباره تلاش میکنه که امضاها رو جمع کنه به خاطر اینکه اصلا کارشون برای گرفتن امضاها بوده و اینکه بیان چجوری به مردم این رو بفهمونن یا بخوان ترس مردم رو بریزن و از آگاه شدن مردم بخوان ذهنشون رو غافل کنن که نه اینطوری نیست، نه ترسید، ما که از شما هویت نمیخوایم و این داستانا و بشینن با نگار فکر کنن که چیکار کنن و این رو چجوری به مردم بگن که نه مشکلی نداره و بخواید ادامه بدن این امضاها رو، در صورت اینکه مشکل داره. هر کسی که توی اون سایت رادیو زمانه امضایی رو انجام بده، من توضیحاتش رو دادم تو مصاحبه‌ام و گفتم که به چه منوال هست و مشکل داره و قابل ردیابی هست و حالا بهتون میگم که این ردیابی چجوریه و شما هم بهتره که اگر خودتون خر هستید مردم رو خر فرض نکنید، چون کسی هست که بخواد مردم رو آگاه کنه. بچه من الان با ساره کجایی؟ وایسا قفل شد. با ساره رو ایرم بعد همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم گفتم ساره بابا بیا یه جوری ثابت کنیم که اصلا این امضاها همچین چیزی نبوده. گفت خب چیکار کنیم؟ من استوری گذاشتم گفتم خب منم گفتم فایده نداره بیا اسکرین رکورد کن. داشت اسکرین رکورد میکرد به خودم و خودش فوش میداد، میگفت ما چرا تا الان این به ذهنمون نرسید. اسکرین رکورد کرده از همون سایتی که گذاشتیم برای بستن پیج اون ملعون. الان واسهتون میذارمش. بعد بهشون بگو آقا با هر اسمی با هر جیمیل الکی برید اونجا الکی یه چیزی بنویسید آخرش بنویسید @gmail.com. بعد هر اسمی میخواید هر شهری میخواید شما میتونید انتخاب کنید و امضا کنید. یعنی اصلا مهم نیست مشخصات واقعا شخصی خودتون رو بدید. آخه یه جوری میگن انگار مثلا احراز هویت. بگو. میگم آخه یه جوری میگن انگار مثلا ما عکس شناسنامه پاسپورت خواستیم، کد ملی خواستیم، شماره تلفن چی خواستیم. بابا هر ایمیلی که دلت میخواد بذار، یه دونه اونجا امضا کنیدم بزنید بره تموم شد رفت. یعنی این شوشش در سواد نداره، اینو باید بفرستیم از نهضت شروع. واقعا بی سواده متاسفانه. مثل اینکه شنیدم میگن اگر با هویت الکی ایمیل ساختگی یا اسم ایمیل الکی و هویت ساختگی امضا بزنید مشکلی پیش نمیاد، ما که از شما هویتی نخواستیم و این داستانا. فکر نمی کنم این شکلی باشه، به خاطر اینکه عزیز من شما سواد نداری، نمیخواد مردم رو بی سواد فکر کنی که مردم بی سوادن. این خبرها نیست اینجا عزیزای من. شما با هر ایمیلی که بزنید، هر مشخصاتی که بدید، حتی به غلط آی پی تلفن همراه شما کاملا میتونه که ردگیری بشه
و سازمان‌های ایران این رو به راحتی، هر سازمانی که بخواد دسترسی پیدا کنه میتونه از آیدی اون تلفن که بروزری که ثبت شده ردیابی کنه و شما رو شناسایی کنه. اصلا ربطی نداره شما بخوای واقعی بزنی یا یه چیز فیک بزنی، اسمتو فیک بزنی یا ایمیلتو فیک بزنی، مهم اون بروزری که ثبت میشه. مثل یه لیوانی میمونه که شما اثر انگشتت روش میمونه، حالا بذار جلوی یکی دیگه بگو مال اونه، اثر انگشت شما ثبت شده، رو بروزر شما ثبت میشه این موضوع. به همچین چیزی دیگه دروغ نگید دیگه. من میدونم میخواین ماسمالی کنید، متوجه ماسمالی کردنتون هستم، ولی دیگه خودتون خرید مردم رو که دیگه فرض نکنید. البته چیزای دیگه ای هم شنیدم که میگن مثل این که ما پول گرفتیم که بیایم صحبت کنیم. ببین، منو با خودت یکی نکن. همه مثل تو برای پول کار نمی کنن. مثل شماها برای پول کار نمی کنن. گوشنه پول نیستن. ما دنبال صداقتیم، چیزی که شما اصلا ازش بو نبردید و برای بالا رفتن خودتون حاضرین همه رو قربانی کنید، همه رو طبق گفته خودت هم. نمیتونی انکارش کنی چون میذارم. و برمیگردید میگید که هیچکی برای من مهم. معلومه که کسی برای تو مهم نیست. معلومه که کسی برای تو مهم نیست. ولی ما رو با خودت یکی ندو. خیلی فرق بین ما و شما. من یه دختر ایرانیم، اما تو هیچ بویی نبردی. فقط از ایران اسمشو بلدی که اونم به دهنت اضافیه. زیادی به دهنت گند است، به دهن همتون. نگاه یوسفی، کلی حق و ناحق کردی. نه دیگه تو میتونی جلوی دهن منو بگیری، نه اون ساره پشتت، نه میتونیدم جلوم وایسید. اسمم هم هر کی میخواین بذارین، اما من کسیم که اجازه نمیدم از کشورم و مردم کشورم امثال شماها مفبری کنه. ببین، به شماها نمیرسه. اوکیه؟ و مثل اینکه خانم نگار یوسفی، اسم تو میبرم، کاملا میبرم، نگار یوسفی یه رویدادی رو داره پیش میبره و داره میره جلو که برنامهش چیه؟ 65 نفر اسپانسر که نفری 50 میلیون باید بدن به این خانوم که این خانوم میگه 30 من به شما فالوور میدم. و بعد که ازشون میپرسیم که تضمین داره که شما 30 فالوور رو میدی، میگن نه تضمینی نیست. پس اگر تضمینی نیست، شما اون 50 میلیون رو به چه علت باید از 65 نفر بگیری، بدزدی، کلاهبرداری کنی که اولین رویدادت رو بخوای ببری جلو و 30 اصلا 30 فالوور بدی برای 30 50 میلیون؟ و تازه اون 50 میلیون هم هیچ تضمینی نداره که اون 30 کارم بدی. یعنی ممکنه مردم برای اون جوایزی که شما به دروغ داری میگید که ما اون جوایز رو گذاشتیم و برای قرعه کشی بیاید ثبت نام کنید، فالو کنید این افرادو، بعدش آنفالو نشن و شما باز هم با هر سناریویی داری پیش میری واسه پول. جالبه، سارا اومده میگه بعد مصاحبه‌ای که من با آیدین زواری داشتم، اینا آدم‌های خطرناکی هستن. از کجا میدونی؟ و بعد اومده یه سناریو سازی میکنه که آره جون نگار ممکنه در خطر باشه. ببین این نقشه ها مال قبلنا بود و بعد یه جایی میان میگن که ممکنه نگار رو در سینماها ببینید. شاید. ببین پلنای شما رو که من میدونم چیه، اما به اونجا نمیرسه. اگرم برسه سینه خیز برمیگردید. فکر کنم تونستم بهت برسونم. بگیرش، منظورم. چی شد خانم ساره؟ فشاری شده بودی؟ میخواستی ویدیو یوتیوب بذاری؟ نذاشتی. ازت پرسیدن چرا نذاشتی؟ گفتی میخوام یه مصاحبه بکنم، منتظر باشید. خیلی وقت منتظریم ها، چرا خبری ازت نیست؟ ببین هر کاری کنی منو نه از سر راتون میتونید بردارید، نه من دیگه دهنم بسته میمونه. هر چی که باشه رو به ملت قراره بگم. قراره اون روی واقعی شما نشون داده بشه و اون حق و ناحق هایی که کردید. من اصلا
متوجه این نمیشم یه سری افراد میان میگن فمینیست، میان میگن حامی زنان بودن. بابا تو اول برو یاد بگیر حامی زنان چی هست، اصلا موضوع چیه، فمینیست بودن چیه، بعد بیاید اظهار نظر کنید. فمینیست و حامی زنان بودن یعنی همه زنها، همه دخترها، همه جوره، حتی اگه بد باشن. یعنی هیچ شخص جداگونه‌ای وجود نداره، همه زنها، همه دخترها. ولی شما چرا سلیقه‌ای میبینینش؟ اصلا چیزی که اصلا وجود نداره. این دختر میشه، این زن نمیشه، این زن میشه، این دختر نمیشه. تو تعیین میکنی، شماها تعیین میکنید اینو. فمینیست بودن این نیست. الحق که شماها اصلا نیستید، فقط اداشو در میارید و این یه بازیتونه، یعنی کاور بازیه که شما راه انداختید. بچه‌ها یه واقعیتی رو اینجا بهتون بگم. من انقدر که هیچ اطلاعاتی راجع به فمینیست بودن نداشتم و انقدر مثلا راجع به فمینیست بودن بعضی جاها بد میشنیدم، مثلا فکر میکردم که فمینیست یعنی زن سالاری. بعد یه جا اتفاقا بعد عشق ابدی با یه خانومی داشتم صحبت میکردم، برگشت گفت آره راجع به فمینیست بودن و اینا. گفتم ببین من اصلا آدم فمینیست نیستم، فقط میگم زن و مرد برابرن. دیدم کلی بهم خندید، نگار آبروم رفت. بعد یارو هم مثلا آدم سرشناسی بود، گفتش که نگار جان فمینیست ها هم همینو میگن، برابری حقوق زنان مردان. گفتم واقعا؟ گفت آره. خود پرستوسالی مثلا گفتش من فمینیست نیستم، اون چرا چیزی گفت، اونم دقیقاً فکر کنم به همین خاطر بود. چرا؟ چون که انقدر اسم فمینیست آره. بعد اومدن چیز کردن، آدما دیگه میترسن که بگن ما فمینیست. حرف میزنید از حامی زنان بودن، بس دیگه بابا. این کاورم خیلی دیگه لوس شد، نه به زن تیزی، نه به فلان. اصلا خودتون میبینید تو کدوم جایگاه هستید. شما خودتون زن ستیز ترینید، اصلا متوجه نمیشید که هیچ ربطی نداره. آقا این دختره، این زن، اصلا ربطی نداره. همه شامل میشن، همه دختران و زنان. تو رو خدا چرت و پرت نگید تحویل مردم بدید. خودتون مغزتون کوچیکه، عقل ندارید. همه رو فکر نکنید که عقل ندارن. خانم نگار یوسفی که الان کسی تایپت نیست، ای بای، شما همونی بودی که با ساره تو اربیل تو همون کلابای شبانه بودی و منتظر بودی انتخابت کنن. دیگه حرف از این نزن که کسی تایپم نیست. تو خودت اونجا میشستی که انتخاب بشی. خانم نگار یوسفی اومده اعلام میکنه من که سیاسی نیستم، من اصلا نمیدونم چی خلق. بابا ادا بازی که نیومدی، حداقل اسمشو ببر، بگو نیستم، که هستید. اما حرف اینجاست که تو میگی سیاسی نیستم. اوکی، چرا کاور پست مسیح النژاد تویی؟ چرا کمپینایی که شما را انداختید تا BBC و اینترنشنال رفت؟ چرا از همه مهمتر، چرا تو مگه نمیدونستی ساره سیاسیه، اونم با چه کارنامه سیاهی؟ خب و اتهاماتش که ثابت شده هم هست میدونی و الان هم تبرئه نشده، وثیقه گذاشته و فرار کرد، یعنی بردنش، همون چیزایی که گذاشتم مدارکشم. تو که میدونستی این کیه، چرا کردی ادمین کانال تلگرامیت؟ چرا با مردم مرتبطش گذاشتی؟ چرا همه چی تو دادی دست اون؟ چرا همه چی زندگی الان دست اونه؟ همه برنامه‌هاتو اون پیش میبره. قول و قراراتون بگم قراره چه کارهایی بکنید. ببین خانم نگار یوسفی، گفتی اسممو ببر، اسمت رو میبرم، کامل هم میبرم. خانم نگار یوسفی، اینجاها آنتن نمیده این کارهایی که تو داری میکنی. منتظر تقاص ناحقیایی که کردی باش و اینکه خودت هم مظلوم نمایی نکن. خانم مظلوم نما، ملکه گدایان. خب تو ملکه که هیچ، ملکه گدایانی. اوکی؟ به الکی نه یا بگو من نیستم، من فلان نیستم، یا بزنی بخنده. چیزیه که مشخص شده، چیزیه که مشخص هم میشه و نمیتونی ازش فرار کنی، چون تو میدونستی ساره کیو گذاشتیش و میدونی داره چه کارهایی میکنه و داری همراهیش میکنی. شماها همه کارتون با پلن بود و همه این پلن ها رو میشه. بترس از روزی که
باید با محبوبیتت خداحافظی کنی و سلام به منفوریتت کنی. اینو هیچ وقت یادت نره. این جمله رو نگار یوسفی هیچ وقت یادت نره. خانم ساره، یه یادآوری هم من برات بکنم که تو حتی صلاحیت مادر بودن هم نداری. درسته که 2 بچه داری با اینکه لزبیانی، اما تو همونی هستی که دست بچه نوزاد سیگار دادی و این جزو کودک آزاری حساب میشه و من این رو از سازمان یونیسف هم پیگیری خواهم کرد که تو به چه حقی دست یک بچه نوزاد که بچه خودت هست سیگار میذاری لای انگشتش و بعد شیرش میکنی تو فیسبوک و مینویسی شکار لحظه ها. شکار لحظه ها یعنی چی؟ یعنی این لحظه ها زیاد اتفاق افتاده ولی این یکی از شکاراش بوده. و یک بچه نوزاد تو نمیتونی بیای ادعا بکنی که خودش برداشته. نه، بچه نوزاد بخواد چیزی رو برداره اینجوری با مشت برمیداره، نه بره لای انگشتاش. خب پس تو خودت مصداق یک کودک آزار، یک بیشرف، یک مادر پست و رذیل واقعا باید توف کرد فقط تو صورتت. و اینکه این مردم شاید خیلی اون روای تو رو ندیدن که با یه بچه نوزاد چی کار کردی، ولی من نشون میدم. خانم ساره‌ای که میای و شما نگار که ازش دفاع میکنی، که میاید میگید که جایگاه زن، جایگاه مادر، شما اصلا بو بردید از انسانیت که حالا بخواید دم از حامی زنان و حامی مادران بزنید. و من قضاوت و واکنش این موضوع رو به شما مردم عزیز میسپرم که شما خودتون واکنشتون نسبت به این موضوع و میتونم بگم مصداق کودک آزاری که هیچ جای جهان درست نیست، بالاخص ما که فرهنگی داریم که اصلا همچین چیزی رو قبول نداره، که یک سری افراد نیان وقتی که خودشون کودک آزارن، لیاقت مادری ندارن و جایگاه مادر رو نمیشناسن، دم از جایگاه مادر بزنن، دم از حقوق زنان و حامی زنان بزنن. و اینکه این قضاوت رو میسپرم به شما. شما میتونید خودتون رو هر چی که هستید فرض کنید، اما مردم رو نه. و قراره اینجا به یه موضوعی اشاره کنم که همونطوری که شما به شعور مخاطب توهین کردید، داخل برنامه با سناریو پیش رفتید، مسئولی بود که به شما آمار بده و راپورت بده و بعد از اینکه متوجه شدن اخراجش کنن و این موضوع رو بچهای داخل اونجا متوجه شدن و نگار مجبور شد که عقب نشینی کنه و خودش رو کاندیدا حذف اعلام کنه و بیاد بیرون که شما شروع کنید کارهای سفید کردن و نمیدونم این داستانا. مگر نه نگار همونقدر میتونست معفور بمونه. و اگر بچه‌ها شرافت به خرج دادن به خاطر اینکه بهشون زنگ‌هایی زده میشد که نذارید، بالاخره با هم دیگه اونجا بودید و اینها، و بچه‌ها نذاشتن، شماها با همون بیشرفی به همین افراد حمله کردید و اینها رو وارد بازی کردید، بهشون هیت دادید، ترسوندید، این کارو کردید، اون کارو کردید، که چی؟ زن ستیزی کردید خودتون و یه چیز رو بولد کردید که نه یکی دیگه کرد. کارایی رو کردید و پشت بندش یه سری چیزا رو اومدید مطرح کردن و میشه گفت مظلومیت خریدن و کارهای که از خودتون پنهان کردید. ولی دیگه اینجا آخر راهه، یعنی هر چقدر ادامه بدید، هر چقدر بچرخید، میچرخم تا بچرخید. اوکی؟ پس دیگه به نظرم تلاشی نکنید، چون هر تلاشی بکنید همونقدر 2 برابرش تلاش میکنن که چهره واقعیتون رو کنن. آقای مسعود اومده ادعا میکنه که استعفا داده وسطای برنامه. چرا باید استعفا بدیم؟ نه دیگه نشد. دروغ نگیم حداقل به مردم. میدونم خیلی با شعور مخاطب بازی کردید دیگه، حالا هم دروغ نگید دیگه بهشون. اخراج شدی به خاطر اینکه متوجه شده بودن راپورت میدی، همه، چه پشت صحنه چه داخل صحنه. و این هم بگم دنبال سفید کردن خودتون نباشید. منم دنبال سفید کردن کسی نیستم، ولی فقط میخوام واقعیت چهره شما و سیاه بودن کارنامه و چهره شما رو نشون بدم، چیزی که باید بالاخره مردم بفهمن.
من اینجا نمیخوام از کسی حمایت کنم و بارها هم گفتم، تو مصاحبه‌ام هم گفتم، من فن هیچ کسی نیستم، اما به شدت طرف حق و عدالتم و اگر ببینم جایی داره ناحقی میشه یه جوری وای میستم که هیچ جوره نتونن منو از راشون کنار بدن. پس بدون با کسی طرفی، خانم نگار یوسفی و خانم ساره، که دیگه این کارهایی که تا الان کردی دیگه آنتن نمیده، چون دیگه دهن من باز شده و به خاطر همین بهتون توصیه میکنم دیگه دست و پا نذارید تو همون لجنزاری که خودتون درست کردید و خواستید مردم رو ببرید توش، ولی قراره که مردم آگاه بشن و بدونن شماها چی کار کردید. شرافت میدونید چیه؟ چیزی که شماها ندارید. نه شرافت دارید، نه اصالت دارید. اما من اصالتم یه دختر ایرانیه و اجازه نمیدم بی‌شرفای این شماها بخوان از ایران و ایرانی سوء استفاده کنن و مفبری کنن. خانم ساره، رفتی نشستی اون بر، قلادت و اربابات گرفتن این کارو بکن اون کارو بکن، نگارم کردی مشهوریتشو واسه خودت پوان و دارید با هم میبرید جلو، ولی من نمیذارم و این اتفاق نمیفته. خودتو جمع جور کن، هم تو هم شما خانم نگار یوسف.